من امیر HCL رو رفقا امروز اومدیم بریم بهترین کلاس هایی که تو کال آف هستن، تو کال آف دیوتی موبایل ما هم دیگه بریم ببینیم چه کلاس هایی دارن. خیلی چیز خفنی دارن. همین الان میریم رازاش رو بهتون میگم. بدونیش معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، اولین کلاسی که تو کال آف خیلی استفاده میشه، کلاس همون قدرت منظورمه. اولین کلاس نینجاه. خب که تنها فقط یه قابلیت داره متاسفانه که اینه که هیچ رد پایی رو نمیده. یعنی مثلا انمی جلوتونه اصلا هیچ رد پایی نداره انمی. وقتی شما راه میری چپ راست اصلا شما دارین، اگه اون نینجا داشته باشه شما هم ندارین. اگه نینجا نداشته باشه شما نینجا داشته باشید شما میتونید بفهمین، اما اون نمیتونه بفهمه که رد پاتون دارین چپ میرین راست میرین اون بفهمه. و یه چیز دیگه هم که یک قدرت دیگه که خیلی ازش استفاده ندارین اربونه. اربون یک قابلیت داره. قابلیتش هم یعنی دو تا قابلیت داره. یا قابلیتش اینه وقتی شما اربون رو میزنید با هنگوریاتون میرید بالا، تو شما که مثلا شما که اربون رو کلاس اربون شما دارین، شما بیشتر میرید هوا سوار اون چیزا، بیشتر شما میرید هوا نسبت به هم تیمیاتون. یه چیز دیگه داره، وقتی از ارتفاعی میپرید بیشتر رو هوایی شما که اربون دارید. مثلا من میرم بالای یه کوهی از اونجا میپرم با شخصی که اربون نداره، مثلا نامرئی داره، من بیشتر تو هوا میرم زمین. این یه چیز خیلی خفن اربونه که شاید اصلا نظرتون نباشه باشه. یه چیز دیگه که بیشتر کمپرها استفاده میکنن ترپه. ترپ خب حتما نباید واسه کمپ استفادهش کنیم، میتونید در روی سرعت هم استفاده کنید که خیلی چیز خفن و گادیه. اصلا نمیدونم چه سرعت رو 10 برابر میکنم که یه چیز خیلی خفنه. یه اسموک که خیلی نظرش رو به خودم جلب کرد و دلم میخواد بیشتر با اسموک برم تو بازی و پلی بدم. اینه که زمانی که مکانیک میزنه انمی، خیلی چیزا مسخره. مکانیک همون پرنده‌ای که میزنه میره بالا سر انمی و نشون میده انمی اینجاست و انمی اینطوری نمیتونه تیر بزنه و راه بره. خب خیلی چیز مزخرفیه. اما اگه اسموک داشته باشی همون زمانی که انمی بزنه مکانیکو، تو همون موقع اسموکو بزنی اصلا مکانیک نمیتونه بره دنبال انمی تو وقتی که اسموکش تموم بشه، اسموک دیگه دوداش بره. این یه چیز خیلی باحال و خفن بود که از این بگذاریم. دیگهش اسموک وقتی که شما دارید راه میرید، خب نه زمانی که وایسادید تیر بخوره، دارید در حال راه رفتن تیر بخورید، سرعتتون بیشتر میشه زمانی که اسموک داشته باشه. اسموک هم نزنید، فقط شما دارید راه میرید تیر بخورید، سرعتتون خیلی زیاد میشه. حتی از طرف هم سرعتتون بیشتر میشه زمانی که راه میرید. قدرت های بعدی قدرت نومریه که نومری دو تا داره. یکی سرعت رو زیاد میکنه مثل ترپ که سرعتش یک کوچولو زیادتر میشه وقتی قدرت رو میزنید. و اینکه وقتی نومری رو زدید، شخص که قدرت سگ رو داره سگ رو میزنه، سگ ها میرن نمیتونن برن دنبال کسی که غیب شده. این چیز خیلی خفنه. یعنی تو بری جلوی سگ وایسی، سگ ها اصلا نمیان سمت نمیدونم کجایی و میرن سر همون جایی که اون چیز کوچیکی که افتاده آهنگ پخش میکنه میرن اونجا و میمیره. نه این چیز خیلی خفن بود. یه چیز دیگه اون قدرت ستایی که شما قدرت ستایی رو میزنید ستا میشید، اینه که فقط تنها چیزی داره سرعت شما رو زیاد میکنه. تنها همین قابلیت داره. رازشه، یعنی قابلیتش اینه که دیگه وقتی تو اسکوادی شما باید میتونید با 3 نفر برید و قدرت خوبه. و آخرین قدرتی که فقط یک راز داره که راز دیفن. من خیلی وقت دیفن رو گذاشتم کنار رو دیگه با نینجا میرم. قدرت دیفن اینه که خیلی چیز خفنی. اول کور میکنه که شما میتونید سریع انمی رو بکشید. اما خب بهترینش اینه که وقتی که مثلا دو تا داره، وقتی شما جلوی انمی وایستادید هم پشت سرتون هم جلوتون، شما راحت میتونید دیفند رو بزنید، جامپ بزنید، بیاین جلوی دیفند. شخص اول کور میشه، شخص دوم کاور گرفتیم و نمیتونه کار کنه که خیلی چیز خفنیه. و چیز دیگه اینه که وقتی شما تیر رو بخورید نسبت به قدرت‌های دیگه
تیر بخورید جونتون نمیدونم یه جوری کمتر میمیرید، کمتر جونتون کم میشه. مثلا توی کسی که قدرت مثلا مثال میزنم نینجا داره تیر میخوره با یه تیر 2 تا HP ازش کم میشه، اما توی قدرت‌های دیگه مثلا توی قدرت دیفن مثلا با یه دونه HP فقط ازتون کم میشه که واقعا چیز خفنی و راحت نمیمیرید و راحت میتونید با انمیای قوی دوئل بندازید به همین راحتی که چیز خفنی بود. آقا رفقا و اینم بگم که 9 تا ساب شدنمون مبارک، خانواده‌مون بزرگ و بزرگتر میشه تا حدی که برسیم به 1000 تا به 1K. کلی برنامه واسهتون دارم، انقدر قوره کشی میخوام بذارم از بس بتل پاس بهتون بدم که دیگه نگم براتون. اگر تا همینجا این ویدیو رو دیدین یه انگلیسی با یه دونه قلب مثلا بذارید و لایک سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله هم بزنید تا به محضی که ویدیوهای بعدی ما آپلود شد ازش بیخبر نمونید و مثل همیشه امیدوارم تندرست باشید تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. 3, 2, 1